خیلی پیش اومده که مشتری اومده پیش ما گفته سیم کابل شما نسبت به بقیه سیم کابل گرونتره. بیایم با هم دیگه بررسی کنیم که چرا و به چه دلیل گرونتره. سیم مسی داریم یا آلومینیومی. ما الان می‌خوایم سیم مسی آنیل شده رو بررسی کنیم. مس خالص مرغوب داره سطح براق و روشنیه. اکسیده بودن مس که به رنگ سیاه در میاد نشون از نامرغوب بودن سیم میده به شما. رشته سیم باید به طوری باشه که وقتی خم می‌کنیم نشکنه و انعطاف پذیر باشه. یا اینکه سطح قطر هادیش باید تمام سیم، یعنی در طول یک کلاف کامل 100 متر باید با هم دیگه برابر باشه. پوشش سیم یعنی روکش خود سیم دو نوعه که سیلیکون و پی وی سی. سیلیکون برای موارد ضد حریق و دیرتر آتیش میگیره نسبت به بقیه سیم کابل‌های دیگه، ولی این نوعی که بیشتر تو بازار مصارف ساختمونیه میشه به جنس پی وی سی. پوشش روی سیم یا کابل که پی وی سی هستش هر چقدر ضخیم‌تر باشه لزوما نشان دهنده کیفیت اون کابل یا سیم نیستش. اگه پی وی سی استفاده شده در سیم کابل هر چی ضخیم‌تر باشه شاید نشانه این که مثل داخل خود سیم کابل کمتر شده باشه هست. پی وی سی نامرغوب بیشتر از جنس پارافین و گازوئیل هستن، چون که هر چقدر پارافین یا گازوئیل پی وی سی بیشتر باشه نرم بودن سیم دخیله. حالا از کجا بفهمیم پی وی سی که داریم استفاده می‌کنیم برای سیم کابل مرغوبه یا مرغوب نیست؟ یک شعله میگیریم زیر سیم کابل. اگر شعله به محض اینکه شعله رو برداشتیم شعله خود سیم قطع شد، جنس مرغوبه.